اینجا رو ببین. اگه یه زمان ریموت ماشین رو تو ماشین جا گذاشتی و در قفل شدن، باید چیکار کرد؟ بعضیا میگن بزن کنار جاده، یه آجر بردار، شیشه رو بشکن. این کار خیلی اشتباهه. هر چه شیشه کوچیک‌تر باشه گرونتره. بعضیا هم میگن یه آجر بردار، از شکاف بین در فشار بده و در رو باز کن. کاملا اشتباهه. اگه این کارو بکنی نه تنها خش روی بدن میندازی، بلکه قفل در هم میشکنه. امروز یه روش بهتون یاد میدم که بتونید قفل در رو باز کنید. فقط یه نوار چسب پن لازم داری، اون رو روی شیشه بچسبونی و به شدت اون رو پایین بکشی. قطعا شیشه پایین میاد. اینجا رو ببین و لذت ببر. بیا اینجا، فشار بده. در رو باز کردم. چطور بود؟ یادش گرفتی؟ منو فالو بکن، 1000 تا پست آموزشی دارم.